خب من پرونده شما رو خوندم. کجا میخواین تشریف ببرین؟ اروپا، آمریکا، استرالیا؟ هر کجا غیر از اینجا. نه، به شرایط شما خیلی بستگی داره. اینکه مثلا وضعیت تحصیلی ویژه‌ای داشته باشین یا مهارت و توانایی ویژه‌ای داشته باشین یا حتی مثلا مشکل سیاسی. نه هیچ کدوم ندارم. یعنی خوشبختانه یا متاسفانه هیچ کدوم. چقدر پول داری؟ چقدر سرمایه داری؟ شاید از طریق مثلا سرمایه گذاری بتونیم اقدام کنیم. 20 میلیون تومن. 20 میلیون تومن که 11 روز میتونی بری کیش آب و هوا عوض کنی بیای. مهاجرت نمیشه کرد. خواهش میکنم کمکم کنین، من باید از اینجا برم. ببین یه چیزی بهت بگم، فکر نکنی مثلا اونجا حلوا دارن خیرات میکنن. چون شرایط ویژه‌ای نداری همین وضعه. تازه اینجا زبونتو میفهمن، اونجا که زبونت هم نمیفهمن. اینو میدونم. شما خیال میکنید من برای خوشگذرونی میخوام برم؟ من برای بچه هام میخوام برم، آینده بچه هام. بسیار خوب، چون آدم دوست داشتنی هستی فقط فردا نری فک و فامیلاتو برداری بیاری. نه. ببین ما از اینجا شما رو میفرستیم اندونزی. بچه هات اونجا تو اندونزی میمونن. خودت سوار قایق میشی میری تو را غرق میشی، یعنی میمیری. خب بعد رسانه ها فشار میارن خبرت پخش میشه، به بچه هات پناهندگی میدن، بچه هات خوشبخت میشن. فقط تو را که غرق میشی باید رو آب بمونی. اگه بری زیر آب خانوادت باید 10 میلیون بدن تازه جسدتو پیدا کنن. یعنی باید رو آب بمونی. نه خیالتون راحت باشه، بلدم رو آب میمونم. تاموش. برم بچه همو بیارم. 5 روز دیگه حرکت میکنی. باشه دستتون در لباس مایو بپوشم. نه که مایو که طبیعی نیست، با لباس طبیعی باید غرق بشی. مایو طبیعی نیست. خدا از بزرگی کمتون نکنه. اجازه میدید من برم؟ روح چاد.